خدمت شما همراهان عزیز، من این کلیپ رو که الان شما میبینید یه ست کنترل هستش که باز کردم امروز و آوردم که خدمت شما دارم کلیپش رو تهیه میکنم و اینکه خواستم یه توضیحاتی رو در مورد این ست کنترل به شما عزیزان بدم که این ست کنترل دارای دو بخش الکترونیک و بخش دوم اون مکانیک هست که در این قسمت کلگی پمپ فرایند مکانیکی اتفاق میفته و انجام میشه. خب من رفتم پای کار، مشتری گفتش که پمپ من کار نمیکنه و من اولین کاری که کردم این بود که خب از ورود برق ست کنترل مطمئن شدم و دیدم که خب بله چراغ LED قرمز روشن میشه. با اینکه چندین بار ریست هم زدم باز هم جواب نگرفتم، باز در جا چراغ LED قرمز شد تا اینکه مجددا پمپ رو به صورت یه سره با برق 220 تست کردم که دیدم که خب پمپ جدا از ست کنترل کار خودش رو انجام میده. خب من مطمئن شدم که خب قطعا یا ایراد از الکترونیک ست کنترل هست یا از مکانیک ست کنترل، که خب من ابتداً مکانیک ست کنترل رو باز کردم که یه فنر داره و این پیچ هم که خب پیچ تنظیم حالا فشار آب هست و زیر فنر یه حالت دیافراگمی هستش که خب به واسطه فشاری که آبی که وارد میشه فشار تنظیم میشه و به دست مصرف کننده میرسه. که خب باز کردم دیدم مکانیک این ست کنترل سالم هست، یعنی اون دیافش که اصلی ترین قسمت این ست کنترل هست سالم هست و ایراد خاصی نداره. به این نتیجه رسیدیم که خب قطعا ایراد از برد هست که خب گفتم حالا که باز کردیم یک کلیپی تهیه کنیم که دوستان عزیز با قطعات داخلی ست کنترل آشنا بشن، که حالا انشالله این ست کنترل رو بردش رو میدیم که خدمت همکار بردسازمون آماده کنن و حالا مطابق اون اگر وقت شد یک کلیپی آماده میکنم خدمت شما عزیزان ارائه میدم. موفق و مؤید باشید. خدمت شما همراهان عزیز، من این کلیپ رو که الان شما میبینید یه ست کنترل هستش که باز کردم امروز و آوردم